سلام عشقا، خیلی مخلصم. امیدوارم حالتون خوب باشه. آمدیم با مستر لیگ با رئال مادرید واسه پارت 2. پارت قبلی اگه دیده باشین ما اودگاردو بهش درخواست دادیم و قبول کرد و ما مشتاقانه قبول میکنیم، اکسپتش میکنیم. شروع فصل میخوایم فصل رو طوفانی شروع کنیم. مستر لیگ اچل بازی میخوایم بزنیم بهتر کنیم. ببینیم قبول کرد اودگارد جان بیاد. چرا نمیای؟ ندیرم، میگه ندیرم بده. چی میگه؟ حالا ما ویدیو مثلا پیش بره میگیم آقا تو چه جاهایی نقطه ضعف داریم، تو چه پستایی. شما اگه دیدین تو کامنت ها حتما به ما کمک کنیم، بگین که چه بازیکنی برای حالا پست مثلا مهاجم، دفاع، هافک این چیزا بگیریم. خیلی دوستتون دارم، خیلی عشقید. بیا آجلی ببین. آجلی گنگ اومده تو کار. بریم ببینیم داستان از چه قراره. او داداشم تیگو بازی از رخکن اومده. مشتی صدا دستش هم اومد، من شنیدم صدا دست. بریم ترکیب اونا که سری قبلی سیف کرده بودیم درست کنیم و الهی با امید صبح یا داوود. خیلی دوستتون دارم. یس اوکی، تو ضبطیم داداشا، ببخشید خیلی دوستتون دارم. I love it. چیه؟ دو تا بده داداش تغذیه داشته باشیم. چی؟ اوه یواش شد داداش، من اینجا بریم. Oh, it's very 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 to me. بازی شروع شد در ورزشگاه رئال بتیس. سانتیاگو برنابئو. داداش سلام به خدای زیبایی ها. آمدیم بساچونیم براتون. منو ببین. خیلی دیدی. رازی کار چی کنی؟ تاکتیکی داداش اینی که دادی خب بگی تمامه. ریز همین جلو. صدا داره اذیت هم میکنه. داداش ریز همین جلو قرار بود دورت بگردم. من واقعیت حواسم توپو گرفت. توپو چرا نگرفتی و نیمی؟ برگرد دفاع رو برکن بذار برگرده. عارف رودیگر رو برکن. رودیگر دست من نیست که. امباپه دست من، رودیگر دست تو بود، برکن بذار برگرده. بعد به برو تو. کورنر رو داد فکر کنم. سود خوردی؟ کارکتر این چیز امباپه رو عوض کن. مندی همون جوری که گفتم. سانتر خوبی بود. دمت گرم. Is very the Axel Lewis. Nice is good. گوله باش. سانترش الو رو چسیم مثلا الیه. امباپه رو باید نیمه دوم عوض کن. خیلی سکوت کردیم. بسیاری با سکوت بیم جلو حال کنیم. چقدر اوورال اوف کردیم آوردیم. واقعا نیاز به این مهاجم داریم. دوستان تو کامنت حتما یه مهاجم معرفی کنیم. برو من میبرم. منو کن. نه رسیدم. بزنی یارو توپ اولش برسه بعد کارت زد بگیری ناموسلمون. داره نیومده جو وقتی نش من آمدم پاس انداختم لاکردار. این کورنر داشته باش، از کورنر نخوریم. نه مقاومت کردیم. برو جلو تو. جلو داری؟ برو جلویی؟ برو. رودی دیگه نفس دویدن هم نداره برای خیلی گذاشتم تو پره. بنیامین خالی کردی.
بنیامین خالی کردی بنیامین. عرف تک موقعیت آخره. خب عرف دقت کن. میزنم برو. برو تو این آموزه این همه برنامه چیندم. وای خورا چه اشتباه بدی. یه دفاع رو خالی کردی دقیقه 90 گل خوردی. اولی شده تو چارچوبش. یه شوت تو چارچوب داشتم و همون یه دونه دقیقا گل شد. بذار نکسی بذار ببینیم داستان از چه قراره. اوه نتایج باش. بارسلونا چه طوفانی شروع کرده. دهمیم. بریم ببینیم بازی بعدی اون فکر کنم چیه. سوپرکاپ آره سوپر جامه. اینجا بیسکویت چیزی نمونده؟ داد بهمون بازی کن یا نه؟ سر یه نه هافک چی هافک هجومیه. سر یه هافک هجومی ببین چه بلایی داره سر ما میاد. حضرت عباسی میگم تو دفاع خیلی ضعف داریم. دفاع یه دونه آربی میخوام. خیلی اوضاع تیم به هم ریخته است. به درمون داره در میاد. دوستان خیلی اوضاع ریخته. یعنی اینجوری شده که داریم گل میزنیم ولی دقیقه آخر گل میخوریم. شونه. بریم واسه بازی بعدی لالیگاییمون ببینیم چی کاره این. وسط این قرارداد هالند چی میگه؟ هالند و اودگارد با هم. ببینیم میاد اینه. یه کدومشون اگه بیاد میشه یه کاری کرد واقعا. خیلی اوضاع تیم به هم ریخته است. اگه هالند بیاد دو مهاجم میکنه بازی. دو مهاجم میکنه. این قبول نکرد. این قبول کرد. با 10 میلیون سالیانه 117 میلیون قبول. بریم واسه مراسم معارفه داداشم. خودش بازی کنه. سلتا ویگو. بذار خودش بازی ببینیم. اودگارد آوردم واسه معرفی. ولی فکر کنم همین فصل بیاد. شاید اول فصل بیاد. اول فصل میاد. همین برو بیرون سیگارتو بکش داداش. علیو که رونمایی کنیم تو ویدیو. علی تو اون چیه ولاگه باید. آره. میری بیرون؟ برو بیرون داشتی دیگه. این ویدیو میگیرم خیلی. اینجا این بخشش مهم نبود. این بخشش الان مهمه. خب داشت تمرکز ما رو بزنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببین السعین. بریم بازی واسه رئال مادرید سلتا ویگو. بازی حساسیه که بازی دوم لیگمونه. قطعاً باید این بازی رو ببریم. هر جوری شده باید این بازی رو ببریم. بازی مهمیه و یه جورایی سرنوشت ساز. بریم برای بازی. یعنی این پاس عالیه. من تو هستم. نزد این داداش بچه هول شد. گفت من چیکار نکنم باید چی؟ باید توری با نت تیدو. اما من میگم بذاریم تو پرس. بکشیم جلو بذاریم تو پرس. جلو این داداش. یکی باید اون باره بگیره. ول نکن. یه جوری گفت من گفتم حداقل اوتو گرفته از یارو. یا ابوالفضل. یه واسه اینجا. کیه وسط؟ اما ما احساس می‌کنم وسط اون یه ذره خالیه بنیامین. برسو. منو ببین. بیا اینم تو. چه نمیگیری؟ میچرخی چرا؟ نه ترس بیا اینجا بقیه. اینم حتما من باید میگرفتم دورتو بگردم. داداش من جبران میکنم داداش. داداش تو پاسو برسو. مسائل دفاع. نه ترس. باز. نکش زیرشو.
بنداز تو یه دونه همینجوری. برو من یواش انداختم. داداش من از اونجا خب ننداز دیگه. خودت به من میگه حواست باشه، تو خودت نه توپو گره 50 حواست به من حرکت باشه. وایسا نترس. بندازش برو. نگرده نگرفت. زایه شدیم نگرفت. اوی لامصب بیدی. یعنی این تو هستن. خورد بابا خب من خار تو رو گاهی. بگیر ساند کن تو نرسید سمت الان این کارواخال کی بود؟ کارواخال کی داداش بود؟ کارواخال من بردم. تو چرا اونجا ساند کردی؟ من ساند کردم؟ داداش تو با اومدی کشیدی این بر داداش ضربه سر اون گرفتی ول کن توپو بگیر. داداش یواش اینجوری تو پاس میدی. بینا کن منو برو تو نندازی بزن. اوی دست رسین دومی ها. داداش من چیکار کنم؟ من ضربه‌مو میزنم دیگه. یارو داره با بگیر پاس بغله. این بره چرا محکمتر نزدم؟ داداش این داره با کون داره تو میاره نمیشه اصلا. این چند تا موقعیت آخر منم نترس. ببین عارف مثل اون سری که من انجام دادم خب نکن تیر 1 بکش سمت من. این بازیکنی هست بکش اینجا. داش تیر 1 برو همون تیر 1. داداش خیلی کشی خوبی رد کرد. خودت گرفتی ها. بی اینجا من یعنی تو گاهیده داداش بازیکن یک کله دو کله شد. بریم تو جون عزیزت بابا پنالتی ناموسن بگیر. تو رو قرآن مجید نذاش تو به من برسه. نه تو بیا داداش بگیر یکیو. توی داداش تو داری سمت تو میای چون من دیگه نمیام دیگه. این جلو اوفه من نکن کجا دارم حرکت میکنم. منم بنداز تو داداش بزن. بنی تو رو قرآن وای بنیامین چرا هول میشی؟ بی اینجا بزن وای بنیامین فکر کردم برسه ولی چرا کاد داره اینجوری شد. آره وای پسر کاد داره رو یه دقیقه وایسا ببین. وای اصلا فکرش نمی‌کردم برسه باز به خودش. من دیگه داشتم تو گیری میزنیم اشکال نداره میزنیم ولی زیاد وقت نداریم. حیف اینه مشکل اینه. خیلی اینقدر کوتاه بود نرسید یارو مجبور شد برگردونش کنه. خیلی موقعیت نزدیک 4-5 تا موقعیت از دست داریم. بنیامین اشکال نداره. اینو بگی بنوز تو. بیا بنوز اینو اون بر یه کاد دار. بابا ناموس اینجا گوش کنم دیگه. 10 تا شوت داشتیم بنیامین. تازه بازیکن اونا بهتره دروازه‌بانشونه. تعداد سیوایی که این کرد از کریر زندگیش بیشتر. 2 تا بازی مساوی شانس آوردیم بارسلونا مساوی کرده. دیپورتیو آلاوس چیه؟ فکر کنم باید اسپانسر چی استعدادیا فکر کنم باید منیجر دفتر مدیریت بریم.
امیزا اگه انقدر داشت خودش هریکین 30 سالشه. آره بابا داشت هریکین کف داره. ولی خب فینیشینگش خوبه. بگی خب هریکین لیونل مسی رو بگیریم. جدی لیونل مسی خیلی به نظرم گاد میشه. علی سالیانش عادی 17 تومن 5 تومن داریم. بزن قرضی میدی امو قرضی بده دیگه آدم باش. بعدنم میخرمش. همه رو پول کن. برای داداشم جان مادرت بده. درمایه بده داداش. کلیه میدم به قول علی. کی نگرده باش. دادا ببین کیو گرفتیم. الکی مراسم معارفهشو کامل بذار ببین. جدی میگم بریم که فقط ببینید چه اتفاق گادی افتاد دوستان. ما با این لحظه دیگه تمام این پایان ویدیو قشنگ گالاتاسرای این لیگ قهرمانانی. بعد این بازی میاد. میخوایم بازی رو بزنم خوش رد کنه بره. فعلا هدف از بالا رفتن گروه. بابا بذار ببینیم تره. داش ما شاید ما ندیم بچه ها زیاد دیدن. خب با منظور این که بذار یه ذره اسکیپ مچ میزنم برو دیگه. چند 2-0 بردیم. باری کلا گروه خوبیه. گروهمون آره زنیت سن پترزبورگ گالاتاسرای و دیگه چی؟ زنیت و یکی دیگه بود ندیدم. چرا مسی رو نمیدی لاشی؟ داشت دیگه نمیخوام. ولش کن اصلا دیگه نرو. چی بابا تا نبینی نمیره گم شکنه. هرمی ترکی. اما مسی منو کی میدی؟ مسی رو چرا ندادیم؟ اینم بدم بزنم. بریم آره یه مچ دیگه هم بزنیم بره. مسی منو کی میدی؟ خودشون بهتر دارن. بهتر میزنن دارش. بارسا رو زیر کردیم. بارسا مساوی یه نتایجی بیار ببین چی شد؟ نتایجی باز رفتن تیم ملیشون. داش چرا نمیدی به من مسی رو؟ این رفت نیم فصل شد حالم خرابه. بازی شروع نشد هنوز؟ بازی شروع نشد هنوز؟ نه دارم بازی شروع نشد هنوز؟ مثلا لیگ دوستان بازی شروع نشد هنوز؟ خیلی دوستتون دارم. بعد اینکه جان اینجا رو باش. ما برای ویدیو بعدی تا نیم فصل پیش میریم که مسی رو حداقل برای ویدیو بعدی مسی رو دی اول ویدیو داشته باشیم. حالا تا نیم فصل هم بیشتر رفتیم حالا یه جوری سر می‌کنیم ولی داستان از چه قراره. دیگه تا ما سعی می‌کنیم بازی بعدیمون هم با رئال سوسییداد که سعی می‌کنیم خب یه ویدیوشو بگیریم یا شاید هم دیگه دو تا بازی رو مثلا رد کنیم ویدیوشو ولی میگیریم دو تا بازی رد کنیم بریم مستقیم سر لیگ قهرمانان با زنیت بازی کنیم. امیدوارم که تا اینجا ویدیو لذت کافی رو برده باشید. خیلی دوستتون دارم. خیلی لایک و کامنت و سابسکرایب بهتون نره. زنگولرم به قول چیز فعال کنین داداشم. خیلی عشقید. یا علی مدد.